بذارید هر جوری که شما دوست دارید معنی کنید عزیز جان. و اما مطالبی که جناب دکتر کرمی فرمودن، جناب کرمی و جناب حسن ارشاد میفرماد، اینجا هم تشریف دارن. دوستان من از شما سوال میکنم، دیانت بهایی دیانت غلط است، آثارش درست نیست. شما اول سوالی که از شما دارم تعریف بفرمایید دین برای چه چیز است. خواهش میکنم جناب حسن ارشاد بفرمایید معنی دین برای چیست، اصلا چرا دین میآید و دیانت اسلام برای چی هستش. فقط برای من این را بفرمایید، یا جناب دکتر کرمی هر کدوم دوست دارید بفرمایید تا من جواب دیگه. آقای عنایت تا آب هست تیمم باطله. قطعا با وجود جناب آقای ارشاد بنده اینجا سکوت بکنم قطعا خیلی بهتره. استاد حسن ارشاد خیلی خوش آمدین، در خدمتتون هستیم. آقا سلام و عرض ادب خدمت شما و همه عزیزان و جناب آقای دکتر مطلبی که 7-8 سال پیش در واقع محفل ملی آمریکا طی بیانیه‌ای ایشون رو ممنوع کردن از اینکه حضور پیدا بکنن در شبکه مردم تیوی، به جهت اینی که جایی که من هستم بله اگه میشه شما دیگه بالا یه نقطه بذارید، یادداشت کنید تذکراتتون رو، بعد که نوبتتون شد مطرح بفرمایید. خدمت شما عرض شود که ما یه سلام علیک اول بکنیم. ما 10 سال پیش 12 سال پیش برنامه هایی شما داشتید، من اومدم اونجا با شما صحبت کردم و تمام صحبت های من رو در واقع شنیدید و پاسخی ندادید. صدها بنده نقد کردم به مطالب شما و در 10 یا 11 جلسه حضورم در شبکه مردم تیوی شما فرمودید که بله در جایی که آقای حسن ارشاد هست اونجا در واقع لیاقت این رو نداره که ما کلمات بهایی رو بیاییم در اونجا اینا رو بیاییم مطرح بکنیم. متن در واقع صفحه فیسبوکتون هست و در همین راستا من جواب شما رو مطرح میکنم. در اتفاقا موضوع تایتل باید صحبت بکنیم. آقای مطلبی گرامی، عنایت مطلبی گرامی، ببینید ما یه موقع هست قبل از اثبات مظهریت مظهره، یه موقع بعد از اثبات. یاد بگیر آقای مطلبی عزیز، من همون موقع این بحثا رو برای شما کردم، همین جمله رو هم گفتم. بعد 12 سال هنوز نیاموختید، حداقل الان بیاموزید. ببینید یه موقع قبل از اینه که مظهریت یه مظهر اثبات بشه، موقعیه که مظهریت مظهر برای شما اثبات شده. جناب بهاءالله در ابتدای ایقان این دو جایگاه رو با هم قاطی کردن، خلط کردن، مغلطه میفرمایند. یعنی چی؟ یعنی شما هنوز اثبات نشده برای شما که این طبیب حاذقه. اون سخن بهاءالله برای موقعی که حاذقیت طبیب اثبات شده، بعد میگه آقا حالا که اعتماد کردی به من، در واقع بر سخنان من تکیه کن و اعتماد کن و دارویی که من می نویسم و این دارو رو شما استفاده کن. ولی وقتی در واقع صداقت و ادعا و مدرک و سخنان او مملو از عدم صداقت و هنوز مظهریتش اثبات نشده، این جملات در ابتدای ایقانه، آیا ایشون هنوز ادعای مظهریت عمومی کرده؟ نه، ایشون داره ادعای قائمیت باب رو تازه میخواد اثبات بکنه.
هنوز به خودش نرسیده. مخصوصا همین جملات رو با مضامین دیگه در ابتدای ایقان داره مطرح میکنه. مظهریت باب رو میخواد اثبات بکنه، هنوز به خودش نرسیده و بعد در این مقام مطرح بفرمایند که شما در واقع باید کورشی تا حقیقت رو بفهمی. یعنی یه طبیبی که هنوز اثبات نکرده مقامی رو برای خودش، همون اول کار بگه کور شو، حرفای دیگران رو گوش نکن، بیا حرف منو گوش کن. کجای عالم این در واقع وجاهت منطقی داره؟ این عین فرقه گراییه، این عین در واقع مغلطه است و این عین اثبات عدم حقانیت بهاءالله به هر عنوانی. این انسانیه که شما هنوز اثبات نکردی، میگه حرفای دیگران رو گوش. بعد این تناقض داره با تعالیم 12 گانه مورد ادعای تشکیلات بهایی که باید ما تحری حقیقت بکنیم. آقای عنایت مطلبی گرامی، لازمه تحری حقیقت کور نشدنه. لازمه تحری حقیقت اینه که تمام سخنان رو بشنویم. لازمه تحری حقیقت اینه فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. 1400 سال پیش قرآن تحری حقیقت رو داره یاد میده به ما که تمام کلمات رو بشنو. کجا قرآن گفته کور شو تا جمال پیامبر رو ببینی؟ اتفاقا گفته چشات اگه 2 تا چش داری 2 تا دیگه هم قرض کن و طلب دلیل بکن از مدعی مظهریت، مدعی پیامبری. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. لازمه دیدن برهان دیگران چشم باز کردنه، نه کور شدن. نه من قال لما و بما فقط کفر بالله. یعنی تو کور شو، هرچی که من میگم گوش کن، دلیلم نخوا، به ما و لما بگی تو کافر شدی. لذا عزیز من پاسخ بده به من، چون تا منو دیدید شما سریع میخواید بگید که آقا دین و موضوع دیگه ای که نه، ما اینا دیگه ببخشید مسلطیم و افراد همه در واقع عاقلن، فهیمن دیگه، با این سیستم نمیشه از در واقع فضای بحث ما بگریزیم. پاسخ بدید به من. 12 سال آقای مطلبی من سوال کردم و شما از هم مساف شدن با من گریختید، سندش هست، و گفتید اینجا لیاقت این رو نداره که من تو شبکه مردم تیوی که 15 سال برنامه 24 ساعته داشتن احبا، از اونجا رو تحریم کردن فقط به خاطر اینی که کور نشدن، فقط به خاطر اینی که آقای سربی کور نشد. گفت بذار حسن ارشادم بیاد حرف بزنه، دیگرانم بیان حرف بزنن. مگه شما نمیگفتید تحری حقیقت؟ لذا من سوال دارم از شما آقای عنایت مطلبی از استرالیا که محفل ملی آمریکا در واقع فراهم میکرد حضور شما رو در شبکه مردم تیوی. حالا یه واسطه‌ای بود، یه بنده خدایی نظر کرده بود که شما بیایید صحبت بکنید، بانی در واقع اون هزینه ها بود. به هر ترتیبی اون آقای رفرف اومد و مطرح کرد که آقا دیگه قیچی بیایید و پاسخ 12 ساله رو الان لطف کنید، مرحمت کنید بفرمایید. کور شو تا جمالم ببینی بر مبنای چه؟ وقتی من کور شدم و بکگراندی ندارم رو چه مبانی بیام تو رو قضاوت بکنم؟ 1 2 این کور شو تا جمالم بینی قبل از اثبات مظهریت اوست، نه بعدش. لذا از اساس غلطه و با اصل تحری حقیقت شما که لازمه تحری حقیقت کور نشدن، بلکه چشم شما 2 تا داری 40 تا دیگه هم باید قرض کنی تا بتونی تحری حقیقت بکنی. این تناقضات رو بعد 12 سال میشه بفرمایید چگونه میشه حل کرد؟ من تمام. عرضم به حضورتون جناب حسن، بهاءالله در سیاهچال تهران اظهار امر فرمودن. این اولندش. دوم، گفته های شما به ذم اشتباه شما
من قبول کردم که درست میفرمایید. فرض بفرمایید من قبول کردم. فرض بفرمایید که دیانت مقدس بهایی یک دیانت ساختگی به قول جناب دکتر کرمی ساخت انگلیس هستش، به ذم همه شماها یا همه هر کس. حالا این دیانت درست نیست و شما درست میفرمایید، به ذم شما البته. خیلی ساده به من بفرمایید دین برای چیه؟ فقط با 3 کلمه شما این مطلب رو میتونید بفرمایید تا جواب سوال بعدی. چرا همش شما سوال کنید؟ اجازه بدید ما هم سوال کنیم از شما. چرا شما میخواید همیشه سوال کنید؟ من از شما سوال میکنم معنی دین برای چی؟ اصلا دین برای چی هست؟ اینو برای من بفرمایید، خواهش میکنم. بله آقای مطلبه گرامی، یک کلمه بگید بلد نیستم جواب تو رو بدم بعد 12 سال. یعنی چرا جواب آقای ارشاد؟ ببینید بذارید من خودم صحبت میکنم، عزیزان دقت کنن. آقای مطلبی یعنی بفرمایید بعد 12 سال من چون توی این تشکیلات نفس کشیدم، عادت کردم، در واقع این فضا رو بر مبنای تعصب حزبی قبول کردم. ارشاد 12 سال فکر کردم، هنوز به نتیجه نرسیدم. من به همان دلیل اسلام رو قبول کردم که تا سال 1260 پنجم جمادی الاولی 1260 جناب باب و جناب بهاءالله مسلمان بودن و با هر تعریفی که اونها میگن. پاسخ من به شما اینه، شما بفرمایید از سال 1260 به بعد و 1280 به بعد و 1290 به بعد که اقدس نازل شد، چرا بهاءالله سفره خودش رو از اسلام در واقع جدا کرد؟ با دلیل بر اینی که کور شد تا جمالم بینی و ادعای تحری حقیقت کرد و شما باید پاسخ بدی، من نباید پاسخ بدم. شما باید بگید دلیل مسلمانی بهاءالله تا سال 1260 و باب چی بوده، من نباید پاسخ بدم. شما باید پاسخ بدید که از طرفی بهاءالله در اشراقات بعد سال 1290 ادعای بحث تحری حقیقت رو مطرح میکنه و تو اقدس و جاهای دیگه میگه شمشیرهای بابی به غلاف راجع، دیگه نباید ترور کنیم، دیگه نباید اعمال تروریستی انجام بدیم، دیگه نباید پادشاه مملکت رو ترور بکنیم. شمشیرهای بابی، با این شمشیرها آقای مطلبی عزیز اینا خیار پوست میکندن، با این شمشیرها اینها گوجه فرنگی در واقع قاچ میکردن، سیب پوست میکندن. شمشیر بیرون بوده چی؟ این شمشیرها رو کردید در غلاف، گفتید تحری حقیقت. حالا سوال اینه، اگه بعد 12 سال شما به عنوان یه فرد مسن، احترام شما رو من نگه میدارم و ادامه نمیدم که بیش از این اذیت نشید، بعد از 12 سال شبکه مردم تیوی که در خدمت شما من بودم هنوز به این پاسخ نرسید، یعنی پاسخ این رو بهش توجه پیدا نکردید و حل نشده برای شما که تحری حقیقت لازمش چشم باز کردنه، نه کور شدن. و ادعای بهاءالله که کور شد تا جمالم بینی ادعای قبل از اثبات مظهریت اوه، نه بعدش. برای بهائیان نمیگه. این جمله را اگر بهائیان و ایمان آورندگان به او باشه شاید بگیم جمله درستیه، اما این جملات برای منه، برای کسانیه که بهایی نیستن و ایشون مطرح میکنه کور شد تا منو ببینی. برای چی کور بشم؟ برای چی چشمامو ببندم؟ خودت میگه تحری حقیقت کن. لازمه تحری حقیقت چشم باز کردنه. اگه بعد 10 سال 12 سال یا اگر پاسخ این رو پیدا نکردید، من اجازه میخوام عزیزان بذارن برنامه بچرخه و عزیزان دیگه ایشون بیشتر از این خجالت زده نشن و با سوالات انحرافی بحث رو نبرن جاهای دیگه.
بچرخه این بحث و عزیزان دیگه صحبت بکنن و ایشون میگم بیش از این شرمنده نشن. در خدمتتون هستم. میدان را به کسی دیگه هم عنایت بفرمایید. هنوز منم همینو میگم، میدون رو بدیم به کسایی دیگه و عزیزان دیگه بیان و خلاصه ما صحبت‌های دیگران، شما که صحبتی برای گفتن نداشتید. شما میدونید که مطلبی جواب شما را داره، بگید، بفرمایید، میشنم. 1 ساعت اتاق مال شما. جواب بنده رو من سوال میکنم. تحری حقیقت برای کسانیه که هنوز انتخاب راه نکردن. کور شو تا جمالم بینی برای کسانیه که هنوز انتخاب راه نکردن. ما کورشیم. بفرمایید دیگه، جواب بدید، جواب بدید، منتظریم. 1 ساعت شما جواب بدید. شما جواب بده. اگر جواب ندی من میرم از اتاق. نه، شما دارید فرار میکنید. شما دارید اگر برید یعنی فرار دارید میکنید. یعنی چی که شما به من بگو دین یعنی چی؟ اینه که من توی یه بحثی به شما بگم میشه بفرمایید مثلا لیوان آرکوپال فرانسه یعنی چی؟ چه ربطی داره به تایتل بحث؟ شما داری ایراد میگیری. شما به تایتل حرف صحبت ایرادو شما گرفتی. شما آمدی گفتی اسلام اسپایر شده، اسلامو بذار کنار، دین باید بروز باشه، من بروزم، تو بروز نیستی. مشت اول و سیلی اول و لگد اول شما به من زدی. بهاءالله اومد و مطرح کرد که کسانی که باب رو قبول نکردن اینها فرقه طاغیه باقیه مردوده بار من کرد. شما بار من کردید، شما لگد زدید به من، شما با مشت زدید زیر چشم من باید بیام و بگم آقا چرا زدی زیر چشم من؟ چرا با لگد زدی تو شکم من؟ این جمله بهاءالله. میگه موقعی که آقای باب ادعای بابیت کرد، کسانی که به او ایمان نیاوردن فرقه طاغیه باقیه مردوده فلان همینجوری بار من کردید. شما باید پاسخ بدی نه من. شما در معرض پاسخ. شما برای چی زدی تو سر من؟ برای چی بهاءالله زد زیر چشم من؟ من باید به دلیلشو بفهمم. از طرفی میگه کور شو تا جمالم بینی، بعد میگه تحری حقیقت کن. این دوتا با هم دیگه تناقض. خلاصه کورشم یا چشامو وا کنم؟ منتظر پاسخم. بفرمایید. اجازه نمیدی. شما اجازه نمیدید. من خودم گفتم به ذم شما دیانت بهایی یک دیانت غلطی هست. حالا شما یک تعریف یک جمله‌ای بفرمایید. دیانت درست چه دیانتی هست؟ دیانت چی هست؟ برای چی هست؟ دیانت درست. بله یه جمله. دیانت درست دیانتیه که توش دروغ نباشه، تزویر نباشه. از یه طرف بیاد چون منافعش اقتضا میکنه طرف باید کور شه تا بتونه باهایی بشه، بگه کور شو تا جمالم بینی. از یه طرف منافعش اقتضا میکنه مخالف این جمله دیگه ای رو بگه، میگه تحری حقیقت کن، چشاتو وا کن، چون اونجا میخواد طرف چشاشو واز کنه و در واقع پشت به بهاییت باشه. ایرادای سایر این رو میگیره و میگه آقا ببین اینا ایراد دارن، تازه اونم توهمات، و ایرادای بهاءالله رو نبینه. اونجا چون رو به اون وره میگه تحری حقیقت. اما اگر قرار تحری حقیقت منتج به رد بهاءالله باشه باید کور بشی. دین یعنی صداقت و مظهر بی صداقتی همین دو جمله و دو ادعای بهاءالله. لذا با همین من اثبات میکنم بهاءالله و ادعای او کذب محض و دین نیست، چون صادق نیست. چون قرآنی که مورد توافق هم منه هم شما هم بهاءالله میگه کونوا مع الصادقین، یعنی همراه با صادقین و راستگویان باشید. به موردی که مورد توافق هر دوی ماست ما نباید طرفدار بهاءالله باشیم به جهت اینی که او صادق نیست. بفرمایید. عرضم به حضورتون. حالا خب یه مختصر یه جمله را 100 تا جمله فرمودید، خیلی ممنون. ولی هم خدمت شما عرض کنم
این دیانت شما که دیانت کذب است، این دیانتی که درست نیست، این دیانتی که به ذم شما غلط هست. هر کجای دنیا بره نهایت احترام را میذارم بهش، نهایت احترام را بهش میذارم. حتی در کشوری که من هستم در نهایت بهایی ها در نهایت احترام هستن و شغلهای بسیار جالب دارن. علتش چیه عزیز من؟ مسلمون ها را ببین چه کار میکنید شماها ببینید که تیشه به ریشه اسلام زدید، شماها زدید عزیز جان و هیچ کس دیگه نزده. این است میوه دیانتی که شما میگید غلط هست، کذب هست، و این است میوه دیانتی که شما میفرمایید چی؟ صحیح هست، عالی هست، مقبول است، از طرف خداوند است. میوه را فهمیدیم و چشیدیم و میبینیم. بیش از این نمیخواد جار بزنی و مقلته کنی جناب آقای حضرت حسن ارشاد. جناب آقای چی میخوای بگی؟ عذرخواهی میکنم، من سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ارشاد، جناب سید و سایر عزیزانی سید مقلته کنه این آقا. من میدونم این آقا کی هستش. این دستور کشتار بهائی‌ها را در ایران داده. شما میگید چی؟ میگید ایشون سیده؟ کدوم سید؟ ایشون تنها چیزی که نیست مسلمان نیست. خب حالا ما بحثمون جناب آقای سید نیست. آقا من هستم این اتهامو به منم زدن، حالا ایشون در جریان نیست. آقای مطلبی پاسخ بدید. من میخواستم که جناب آقای عنایت حضرت عالی، من یه سوالی کردم. اول ما تحری حقیقت رو معنیش رو هم از کتاب لغت گفتیم، هم از متون بهایی که منظور از تحری حقیقت چیست. بعد من یه سوالی پرسیدم که خب این تحری حقیقت با اون جمله جناب بهاءالله که کور شو و کر شو و جاهل شو و این حرفا جور در نمیاد. حضرت عالی پاسخ فرمودید که اگر ایشون پیغمبریش ثابت بشه شما باید در برابر چشماتو ببندی و کور بشی و فلان بشی. این حرفا که جناب آقای ارشاد پاسخ شما رو این گونه فرمودن که اول باید ایشون خودش رو اثبات بکنه بعد بگه کور شو، اما اول کار گفته کور شو و خب شما توی این زمینه پاسخ نفرمودید. حالا من سوال بعدیم این هست که حالا در برابر جناب بهاءالله ما کور بشیم، خیلی خوب، در مورد دیگران هم ما باید کور بشیم. اینو بفرمایید که جناب بهاءالله در آثار قلم اعلی جلد 2 لوح 83 صفحه 405 میفرمان احفظ نفسک به ان لا یغلبک کبر الامائم من کل مبغض حمیر. خب ما در هر آیینی که نگاه بکنید یه عده میان اون آیین رو نقدش میکنن، عرض میکنم سوالاتی رو میپرسن. حالا اینجا ایشون میفرمان که خودت رو حفظ کن از این که از میان دشمنان خر. حالا من تعجب میکنم آخه این خر گفتن این. بعد میفرمان که افراد عمام بزرگ یعنی علمای اسلام تو رو از بهاییت بر نگردونن. خب حالا ما سخنان جناب بهاءالله رو چشم بسته بپذیریم، بعد حالا ما نریم گوش بدیم ببینیم که چه نقدهایی بر بهاییت هست یا بریم این با تحری حقیقت رو چگونه جور در میاد؟ اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم. در جواب سوال اول شما توجه نفرمودید و گوش شنوا هیچ کس ندارید. یه گروه حجتیه اینجا جمع شدید، من با گروه حجتیه در ایران تماس بودم و هیچ نتیجه‌ای ندارید. شما عزیزان مثل متعصبین مسیحی هستید که فقط حرفشون حضرت مسیح هست و میگن اگر جز حضرت مسیح به هیچ دلیل به هیچ کسی قبول ندارد. شما مدارتون، جای پاتون، قدمتون همونها هستش. ولی که من به شما عرض کردم کوشو هر انسانی دو بخش داره، بخش حیوانی و بخش الهی یا روحانیات. کورشو از بخش حیوانیات این قسمت هست.
حالا خودتون، من نمیخوام زیاد پرحرفی کنم، یکی یکی توضیح بدم. این حسن آقا خیلی خوب میدونه، معنیش هم خوب میدونه، ولی کن اینجوری براش خوبه که اینجوری تفسیر کنه. خوب متوجه هستی جناب ارشاد که یعنی کورشو یعنی از اون قسمت حیوانیات کورشو، کرشو یعنی از اون قسمت حیوانیات کرشو. نه من و شما کر بشیم، من و شما باید با چشم صدها، شما خوب میدونی جناب ارشاد، صدها الوا از حضرت بهاءالله هست، تحقیق کردن، بررسی کردن، عقل خود را استفاده کردن و و و و. چرا اونا رو نمیگه قربون شکلت؟ فقط چسبیدی که نفهمیدی؟ شما خوب میدونی که من اگر اینجوری برم جواب ندادی. این چه علتی هست که به بهایی ها در تمام نقاط، حتی کشورهای اسلامی که در نطقات همیشه هستش، حتی در تمام کشورها عزیز جان، تمام کشورها از احترام فوق العاده‌ای برخوردار هستن. چرا؟ علتش چیه؟ من مجبورم بیام تو مایک ایشون در مورد این احترام عذرخواهی میکنم از خدمتتون. شما اگر در هر جای دنیا قابل احترام هستید و مورد احترامی، خاطر اینه که وارد هر کشوری بشید جاسوسی میکنید برای اسرائیل. یعنی چه دلیلی داره بدون هیچ گونه کاری شما 6 ماه در ترکیه باشید، ماهی $10,000 هر نفری حقوق بگیرید، بعد هر کشوری رو که خواستید انتخاب بکنید و برید زندگی بکنید و بهترین شغل‌ها و بهترین مناظر رو در اختیارتون بگذارن. شما مگه از مسیحی‌ها بالاترید؟ مگه از یهودی‌ها بالاترید؟ بعد یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون، خیلی مهمه. آقای حسن ارشاد سر کی رو بریده بود که توی سایتاتون اومدید گذاشتید ناقض حقوق بشر؟ کدوم بشر؟ چه نقضی از حقوق بشر کرده بودیشون؟ این 2. 3. فکتتون در مورد این که سید دستور قتل عام داده برای بهایی ها، کدوم بهایی کشته شده در ایران؟ شما نام ببرید بگید این بهایی کشته شد، توسط سید هم دستور قتلش اومد. و 4 این که چرا آقای بهاءالله باید بره دستبوسی ملکه انگلستان و لقب سر بگیره؟ ممنونم از شما. شما هیچی، این مطالبی که الان فرمودید هیچ کدومش درست نبود، توهین بود. جناب ارشاد خوب میدونن که من الان عکسش رو میذارم که توی سایت شما آقای حسن ارشاد ناقض حقوق بشر معرفی شده. ایشون در این شغلی که دارن، ایشون شغلی دارن، با این شغل زندگی میکنن. من میدونم ایشون جناب عنایت بحث شخصی که ما که الان اتاق نزدیم بررسی سوابق آقای جناب استاد ارشاد، که ما الان در مورد تحری حقیقت میخوایم گفتگو بکنیم. اگر برای سوالی که شما متهم کردید که حجتیه‌ای هستید، شما که تو این اتاقی دالا 2 اتاقای دیگه هم به ما اطلاعاتی گفتن، همه جو گفتن، ما حالا میشنویم، از این گوشمون میشنویم، از اون گوشمون بیرون میکنیم. ولی اجازه بدید بحثمون شخصی نشه. شما در رابطه با همون تحری حقیقت سوالی که من پرسیدم اگه لطف بفرمایید جواب بدید ممنون میشم. نه مهران گرامی، آقای مهران گرامی، ایشون یه جوابی دادن، بذارید من جواب ایشون همون 12 سال پیش دادم، یه رجوع کنن دادم، یعنی من اینا رو گفتم، ایشون همینا رو گفته، جواب همینا رو هم دادم، باز ایشون یه مرور کنه. ببینید ایشون فرمودن که ما یه جنبه حیوانی داریم، عزیزان سعی کنن قانونی، یعنی به نظر من اتفاقا آقای مهران شما نفرمایید اینو ولش کنیم حالا بریم سراغ دوم. چرا ولش کنیم؟ اتفاقا همینجا باید بگیریم نتیجه رو، و اگر نتیجه نگرفتیم باید ایشون برن جوابو بیارن، بعد حالا یا اعلام بکنن که جواب دارن ندارن، بریم سراغ بحث بعدی. ببینید ایشون پاسخ دادن ما 2 جنبه داریم، یه جنبه حیوانی داریم، یه جنبه انسانی داریم. جناب بهاءالله وقتی فرمودن که کور شو، یعنی جنبه حیوانی رو بذار کنار، جنبه روحانی ملاک باشه. عزیز من باز دقت نکردی، همون 10-12 سال پیش من جواب دادم به شما. میزان و مناط حیوانی بودن یه فرد اینه که اطاعت از اوامر در واقع مظهر امر بکنه. یعنی اگر شما به شریعت الهی
و به اوامر الهی تن دادی، میشی مصداقی از مصادیق انسانی. آقای بهاءالله اینو میگه، من نمیگم. میگه معرضین، کسانی که اعراض میکنن از رداء اسمیه و صفتیه، خلاصه اینها محرومن و محشور کل بهائم عند بین یدی الله. یعنی کسی که مظهر امر رو قبول نداره حیوانه. باز دوباره برمیگردیم به بحث اولیمون، این سخن شما غلطه به جهت اینی که طرف اگر خدا پرست بود و صاحب شریعت بود و مطیع اوامر مظهر امر بود انسانه، اگر نبود حیوانه. لذا شما نمیتونید بگید ایشون گفته کور شد تا جمالا ببینی، یعنی از صفات حیوانی و از حیوان بودن شما دوری بگزین. اصلا از دید بهاءالله حیوان کسیه که بهایی نیست و از بهاءالله اعراض کرده. باز دوباره شبهه سر جاشه. یعنی ایشون میگه اگر تو بهایی نباشی و بهاییت بر تو عرضه بشه و اعراض بکنی، معرضین، یعنی نمیگه ناقضین، نمیگه کسانی که اومدن بهایی رو بکشن، نمیگه آقا سید که حالا یا آقا سید بنده خدا 23-4 سالش بیشتر نیست، اصلا این چیزا رو ندیده. من نمیدونم حالا ایشون از 22-3 سال پیش به این ور شما یه بهایی رسما توی ایران اعدام شده، اگه هست بیارید ما ببینیم. هر اتفاقی هم بوده قبل سال 62 بوده. شما این سخن شما بدترش کرد، چون بهاءالله رسما اعلان کرده معرضین حیوانن. لذا اگر این سخن رو شما این گونه مطرح بکنید، یعنی اینی که اون حیوانیت رو بذارید کنار، یعنی بهاییت رو بذارید کنار. بابا من هنوز بهایی نشدم، من جزء معرضینم، هنوز برای من اثبات نشده، من در حال تحری حقیقتم. لذا باز شما لطف بفرمایید این پاسخ شما پاسخ غیر منطقی، غیر عقلانی، غیر انسانی. حیوان از دید بهاءالله کسی است که اعراض بکنه از بهاءالله. این توجیه شما موجه نیست. یه دلیل دیگه بیارید. تا حالا 1-2 تا سخن گفتید، هر کدوم موجه نبوده. و آقای مطلبی توهین نکنید به مخاطب که به همش بریزید بعد بگید اینا یه کاری کردن به من. برای چی توهین میکنید تو بحث اسلامی؟ شما نمیدونم فلان کردید، بیسار کردید و اتهام وارد میکنید. جواب بدید. آقا تحری حقیقت با کور شو در جمالا ببینی قبل اثبات مظهریت امر الهی تناقض داره و در مبنای سخن خود بهاءالله در کتاب بدی صفحه 61 در ساحت مظاهر الهی تناقض راه نبود، اصلا راه نی. و اگر کسی تناقض این چنینی داشته باشه اصلا ادعای مظهریتش دروغه، کذبه، سخن خود بهاءالله. حالا مؤدبانه، بدون که بگی شما مسلمونا، بدون که بگید ما رو همه جا راه میدن، دروغ دارید میگید. شما تو اسرائیل که شما رفتید در کنار همسر بزرگوارتون تو صفتون عکس انداختید، شما اونجا یک بهایی اسرائیلی دیدید؟ آخه چرا توی اسرائیل یه دونه بهایی اسرائیلی که پاسپورت، یعنی در واقع شناسنامه اسرائیلی داشته باشه ما نداریم، در حالی که محفل حیفا داشتید زمان شوقی، در حالی که صدها هزاران بهایی اونجا ملک و املاک داشتن قبل 1948. حتی زمان 1957 که آقای شوقی آخرین لحظات عمرش توقی داره می نویسه، میگه آقا ما مغازه هامون رو، من همین الان در حال پر کردن یه فیلمی بودم در جواب این آقای سعید دهقان از تورنتو با ایران اینترنشنال داشت مصاحبه میکرد که حالا تا لحظات دیگه اینو بارگذاری میکنم. اونجا اومده 1948 اسرائیل درست شده، غصب کرده اونجا رو. 1957 ایشون در توقیات مبارکه خودش دقیقاً 1957 داره میگه ما در اسرائیل مجوز در واقع ایام 9 رو که مشغولن بهاییان و اینا کسبه دارن فلان دارن، در واقع
تعطیل بکنیم مجازی، من جوازش رو تازه امروز گرفتم. یعنی شما مغازه داشتید، ملک داشتید، املاک داشتید، حضور داشتید، حضور گسترده داشتید، چرا شما جاهای دیگر رو مثال میزنید؟ اسرائیل رو مثال بزنید که چرا بعد اینی که اینا رو کار اومدن و بعدها و بعد آقای شوقی یه دونه بهایی اسرائیلی توی اسرائیل وجود نداره و شما تسجیل نمی کنید اسرائیلیا رو. اونجا رو مثال بزنید، نه جاهای دیگه. اونجا حق نفس کشیدن ندارید. فقط 1500 نفر میان و نوکر اسرائیلن برای اینی که توی اسرائیل 4 تا توریست بیاد اونجا، یه ممر درآمدیه برای کارهای توریستی، پول میره تو جیب اسرائیلیا و حالا اون مشاورین قاره‌ای و هیئت مشاورین قاره‌ای و مساعدین و این سیستم اطلاعاتی تشکیلات بهایی به دار و تبلیغ رصد کل دنیا رو میکنن و اطلاعات کل دنیا رو میدن به سرورهای معهد اعلی و اونم مجانی در اختیار اسرائیل قرار میده. اینا منافعی که اسرائیل داره میبره. مثالم میزنید اسرائیل رو مثال بزنید، نه جاهای دیگر رو. آقا منتظریم باز آقای مطلبی. من خاموش 1 ساعت عزیزان، هیچ کس سخن نگه، فقط انقدر درک داشته باشم، شعور داشته باشم، در ارتباط با سوال پاسخ بدم، توپو نندازم تو زمین طرف مقابل بگو دین چیه فلان چیه، بگو آقا بلد نیستم، تناقض داره. ما نمیگیم شما دینتون ایراد داره، نه، اطلاعات شما در واقع بروز نیست. یه فرصتی، یه زمانی شما تشریف ببرید، 12 سال تشریف بردید، من فکر کردم پاسخش رو یافتید، الان اومدم دیدم باز تو 12 سال پیش هستید. پاسخش رو پیدا بکنید بیارید. ما نمیگیم بهاییت ایراد داره، ما میگیم اطلاعات شما بروز نیست، باید نیاز به مطالعه بیشتر دارید. آقا من فکر کنم این دیگه کفایته و ایشون رو رها کنید، برید سراغ بقیه عزیزان و بس پینگ پونگی نشه، چون ایشون هم باز دوباره میخواد بگه اسلام چیه فلان چیه. جناب ارشاد، مدت‌ها پیش از انقلاب اسلامی در ایران افرادی مسیحی اومدن در ایران و نهایت سعیشون کردن که تبلیغ مسیحیت بکنن در ایران. درمونگاه باز کردن، مدرسه باز کردن، نتونستن 1 نفر را تبلیغ کنن، 1 نفر را نتونستن. از زمانی که دولت اسلامی شده، آقای ادمین به ایشون تذکر بدید، ما وقت شنیدن خزعبلاتی که مرتبط با موضوع نیست رو نداریم، قصه حسین کرد شنیدن رو نداریم. لطفا شما جواب بدید. یه بار دیگه من سوال و مطرح آخه زشته، شما بالای 70 سال سن دارید. آقا جواب بده. آقا تحری حقیقت باید چشاتو وا کنی، کور شو تا جمالم بینی باید ببندی. به خاطر که منم اگر 2 تا کلمه جدا برم از 2 تا جای 2 تا کتاب مختلف بذارم کنارم، ممکنه یکیش باشه خواهر مادر باشه، یکیش هم یه چیز دینی باشه. شما این تحری حقیقت یه چیز دیگه هست، اون گوش تا جمالم بینی یک اون توی یک فاز دیگه اصلا برای یه چیز دیگه گفته شده. من نمیدونم چرا. شما توضیح بدید ما آقا ببخشید آقای رفتن ایشون؟ دارم میدم دیگه، چه توضیح رفتن ایشون؟ دارم میگم که 2 تا سورس جدا، شما 2 تا رو بردارید. دیگه آیا ایشون رفتن دیگه. من یه بار دیگه بخونم شما توضیح بدین، یا اگه که تو حافظتون هست که شما بفرمایید توضیح بدین. نه من توضیح که دیگه آقای داشتن توضیح میدادن، نداشتنشون دیگه. ببخشید مسیحیای تبشیری 1 نفر رو نتونستن بلکه دروغه. الان چقدر خارج از ایران چقدر مسیحی شدن، نوکیشان مسیحیشون اطلاعات غلط دارن میدن. تو همون زمان شاهش هم یه عالم مسیحی شدن. یعنی چی 1 نفر مسیحی نشده؟ این همه مسیحی شدن. چه ربطی به موضوع داره؟ شما اینجا عوضی که ایشون رو به عنوان یه بهایی بگی آقا زشته، آبروی ما بهایی ها رو بردی، بلد نیستی، برو یاد بگیر بعد بیا. بگی سوال واضحه. آقای
مهران گرامی این مقدوره یه بار دیگه شما سوال رو تقریر کن، این آقای پدرام عزیز متوجه بشون که سوال چیه، جواب بدن، ما یاد بگیریم. ما دو زانوی ادب نشستیم، از خدمت ایشون تلمذ میکنیم، ایشون استاد، ما شاگرد. آقا بفرمایید. آقای مهران یه بار دیگه شما سوال رو تقریر کنید. بله عرض کنم که سوالی بود که با جناب پدرام از ابتدای روم تشریف داشتن. من از کتاب‌های لغت و از چند تا از منابع بهایی مسئله تحری حقیقت رو توضیح دادم که منظور چیه، چون خیلی‌ها نمیدونن تحری یعنی چی. بعد که گفتیم خب حالا به ما توضیح بدین. از یک طرف دعوت شده به جستجوی حقیقت، از یک طرف جناب بهاءالله در کتاب ادعیه حضرت محبوب صفحه 427 و 8 این جمله رو فرمودن. اینو ما با هم چگونه میتونیم جمعش بکنیم؟ تحری حقیقت بکنیم یا کور شو تا جمالم بینی، کر شو تا لحن و صوت ملی هم را شنوی، و جاهل شو تا از علمم نصیب بری، و فقیر شو تا از بحر قنای لایزالم قسمت بی زوال برداری. کور شو توضیح دادن یعنی چه؟ کور شو یعنی از مشاهده غیر جمال من، و کر شو یعنی از استماع کلام غیر من، فقط کلام ایشون رو گوش بدیم. و جاهل شو یعنی از سوای علم من، تا با چشم پاک و دل طیب و گوش لطیف به ساحت قدسم درایی. با خواستیم اینا توضیح بدن که آقا تحری حقیقت با این چگونه جور در میاد. خب اگه آقای مطلبی هم رفتن عقل دارن 12 سال پیش با ایشون در شبکه مردم تیوی من صحبت میکردم، رفتن جوابو بیارن. الان اتفاقی من نبودم، یعنی اومدن تو اتاق، اگر نه اصلا ایشون نمی اومدن بالا. توضیحش اینه که دوست عزیز، ما اگه دقیقاً بخوایم مثل شما فکر کنیم و این آثار رو بخونیم، حکایتمون بدتر از شما میشه که بزنیم آدما رو بکشیم و خفه کنیم و خونهشون رو خراب کنیم و نذاریم حرف بزنن و آخرم تمام اینا رو سر خودمون خراب کنیم. حالا عذر میخوام، ما روشمون غلطه، شما روشتون درسته. این جمله رو توضیح بدید. اجازه بدید. آخه شما میرید یه جا دیگه دارید توضیح میدید. نه شما قشنگ گوش بکنید متوجه میشه. اگه تو حرف من نپرید لطفا، چون اگه بپرید من رشته کلام از دستم خارج میشه، چون تا الان نخوابیدم دیگه. قبل از اینکه شروع بکنید جناب آقای ایمان دست گرفتن، منم پذیرفتم، ولی نمیدونم چرا نمیان بالا. اگه یه بار خارج بشید و وارد بشید فکر کنم مشکل حل بشه. در صورت ببینید شما الان ندید سراغ این که آقا حکومت جمهوری اسلامی چی کار کرده چی کار نکرده. شما اینو بفرمایید. بنده الان فکر کنید توی آلمان دارم زندگی میکنم، این دوتا جمله رو من باش مواجه شدم، اینو توضیح بفرمایید. میشنم سوالتون. خب من دوباره بعد